دوستان عزیز، قرار داریم در دهه دلنشین جماعت پوشنگی دنقره برادر ما الهام همین تپه ها رو چیکار کرده ایستاده است. همین یک تپه های جرهای آدم نمیگذشتگی، فقط خر و خنگل میگشتگی رو چیکار کرد؟ گرفته انم خیلی درخت ها نشنانده است. یعنی طبیعت تاجیکستان رو زیبا کرده است، آب گذرانده است. از همین درخت ها با همین اکه الهام ما یگان فایده نیست، فایده به جمعیت است که جمعیت ما زیبا می شود، وطن ما زیبا می شود. من ببینید خیلی خودتون، من همین جر است، هیچ نیست، سنگ است. من اینجا هم پر از سنگ است. من ببینید پر از سنگ است. همین خیلی سنگ ها رو آباد کرده است. اینجاش آلوچه شنونده است، من آلو بولو، من اینا درخت های آلو بولو می شد. اینجا سفیدار شنوندگی، پوشتش توت شنوندگی. خلاص همین یک چول مالی سنگزاری به آب رو من سنگ ببینید. همین الهام جان سرسبز کرده است و هر یک وطن ما هر یک گوشه‌اش هم خیلی سرسبز شود، اگر نام تاجیکستان سرسبزستان می شود. نبینید و من همین ارچه ها رو میبینید، چه ارچه های خوش رو میبینید، قد قدیره. من همین ساسنا میبینید، ارچه میگیم، من چی میگیم؟ همین رو همش رو خدا رحمت کند بابای رحمان علی شنوندگی در تمام قشلاق. همین ره از اول تا آخر شنونده با دست آب داده، همین ها رو خدا رحمت کند بابای رحمان علی همین رو سرسبز کرده است. یک موسفیدی عجایبی بودن، خدا رحمت کند جایشان بهش گردد. این ببینید، یک پیش خونه خودشون رو نه، خونه خودشون در اینجا باشد، اگر تمامی همین کوچه رو از اول تا آخر سرسبز نمودن. همه کس دست دوم برداریم که جایشان جنت شود. خدا رحمت کند این بابای عجایب ما رو، پدری مهنت دوستی ما رو. الهام جان، یک جان تشکر برای شما، برای دستگیریتان. البته دستگیری شما بود، پدرتان مهنت کرد، اینقدر کار کرد. خدا رحمت کند. چه گپی خوبی داشته باشید نویسید.